با سلام خدمت دوستان عزیز و همکاران گرامی. دوستان اومدیم تو این ویدیو بهتون آموزش برداشتن گچ حرفه‌ای از استانبولی بهتون آموزش بدیم. دوستان برای این کار باید کاملا بذاری گچ خودشو بگیره و موقع برداشتن تو دوستا استانبولی تو 2-3 تا مشت تو 2-3 تا مشت کاملا استانبولی ورداری و گچشو استفاده کنی. گچی که تو سقف کار میشه باید یکم مایش نسبت به گچی که تو بدن کار میشه مایش صفر باشه و دوبارم که به هم میزنی موقعی که بعد اینکه گچ خودشو گرفتی کاملا گچ پرمایه زود تو دست وای میسه و اصلا هر چقدر بخوای ورداری زمین نمیریزه. و یه نکته‌ای که بهتون میخوام اینجا بگم، گچو باید یه جوری اندازه تو سقف بمالی همباد کروما که زیاد از کروم پایین نیاد و به قولن موقع انداختن شمشه یه مشت داریم تو ویدیو نگاه میکنین یه مشت بیشتر تو دست جمع نشه گچ. اگه بیشتر با ضخامت بیشتر بمالین اذیت میشین. کلا گچ موقع شمشه انداختن هم کارتون رو کند میکنه هم میریزه گچ حیف میل میشه هم اذیت میشین. قولا خواستم توی ویدیو بهتون تجربه خودم رو گفته باشم و یه آموزشی دیگه ای از طرف ما داشته باشی. دوستون دارم، امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشی. آرزوی سلامتی. برای حمایت از کار ما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. به امید دیدار.